وقت دارید کمی صحبت کنی؟ بعد از که صحبتمون تموم شد میشه این شکلات رو بهم بدی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و صیغه هفتگی ساعتی و دقیقی. میگم بریم اون آشری که اون حاج خانم پخته بخوریم. پیاز داغ، آخ، نعنا داغ، اوه، از کشک دیگه نگو. چطوره با مرد شکلات؟ خب آش و شکلاتی دیگه با. چطوره؟ خب 24 تا شکلات دارم با. عاشق شکلات فروشی. شما چی؟ نه دیگه سافت کورنه. آره.
وقت دارید اینجا بمونید با هم راحت حرف بزنید؟ بله. اشکال نداره بعد یه ساعت که حرفامون تموم شد این شکلات رو به من بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. زوجتک نفسی فی المدة المعلومه علی المهر المعلوم. قبلت. اون آشی که حاج خانوم فرستاده بوده بخوریم.